درود ای نوروز، درود ای جشن سراپا پاکیزگی، پیروزگی، آزادگی. وجودت دلیل است از تمدن با تاریخ کهن. حضورت عامل شاد زیستن و از بند بدیها رستن. از نوروز زیاد گفته ایم، به شمار ستایشش کرده ایم، از صاحبیش بالیده ایم و از هستیش نازیده ایم. اما هنوز هم باید از این جشن بگوییم و بسراییم، چون ما فرزندان کشور نوروزیم. به این خاطر شماره نوبتی روزنامه جوانان تاجیکستان بخشیده شد به نوروز عالم افروز. این شماره بیان نموده تاریخ و پیدایش نوروز، وصف کرده عنعنه‌ها و زیبایی‌های آن را، گرد آورده نوروزنامه ها را از نوروزگاران. نوروز جشن یادگار از تمدن آریایی که امام علی رحمان دوباره احیایش کرد. این است نخست سخن این شماره. 35 عنعنه خاص نوروزی کشورهای حوزه نوروز مطلب است جالب برای هر خواننده. گروهی از جوانان روزگار دیدگان پاسخ گویم به این سوال: نوروز برای شما چی معنا دارد؟ نوروز مال ماست و تاجیکستان وطن نوروز است. مصاحبه فراگیر جنبه‌های مختلف این جشن در روبریکه مصاحبه نوروزی. 35 فکت جالب رمزی است از تاریخ نوروزی. گشتین ملی از پیدایش تا مقام بین المللی، بازگوی پهلوانی و مردانگی مردان سربلند تاجیک. از فال چومچه تا اسرار خالجون قصه می کند از نوروز یغنابیان و شاگون بهار مبارک بگوید از عنعنه‌های نوروزی بدخشان. 35 شناخت پیشوای ملت از نوروز در روبریکه احیاگر نوروز. طعام‌های ملی و سنت‌های آن در جشن نوروز. جوانان باید ترغیبگر فرهنگ ملی باشند و نوروز از جشن ملی تا بین المللی جمع آورده اندیشه‌های عالمان را. وصف این جشن سرشار زیبایی از جانب شاعران امروزی در نظم نوروزی. همچنین مطلب‌های دیگری را نیز می توانید مطالعه کنید از این شماره که بخشیده شدند به این جشن فراگیر سیاره. این حالا انجام نیست. شما منتظر هدیه نوروزی دیگری نیز باشید از جانب ما. روزنامه همچنین بخشیده به نوروز بین المللی نشر مخصوصی را پیشنهاد می نماید با 3 زبان تا منبع آگاهی و دستاویز باشد برای مهمانان و خارجیان. بیایید نوروز را تجلیل می نماییم با شور جوانی و روزنامه جوانان تاجیکستان.